همکاران کنترل نامحسوس اومدیم سطح بزرگراهی تهران بزرگ برای ضبط برنامه حرکت بین خطوط وسایل نقلیه. الان فرایده ببین، میاد چپ برمیگرده راست. الان بنز نگاه. اینجا جای لایه کشیدنه؟ لایه هم نکشیدن. چرا؟ ما پشت سر شما میومدیم. شما قشنگ اومدی سمت راست، رفتی سمت چپ، دوباره کشیدی سمت راست. بین خطوط رو میرن، بعد که میخوان تغییر مسیر بدن از راهنما استفاده نمیکنه. الان پژو کارت رو ببین، تغییر مسیر داد ولی راهنما نذاشت. شما بین خطوط که حرکت نمی‌کردید، چند بارم تغییر مسیر انجام دادی، سبقت از راست گرفت. در حین رانندگی هم استفاده داشتی می‌کردی از تلفن همراهت. شما یه سبقت غیر موجود تو باکری داشتی، بعد اومدی روی پل، اونجا هم دوباره دو تا سبقت داشتی. خواهشی که دارم از شما، داری رانندگی می‌کنی، اول که بین خطوط رانندگی کن. فاصله ارزی بین خودت و بقیه راننده‌ها رو حفظ کن. خدای نکرده نه برای خودت اتفاق بیفته نه برای دیگران. چند تا حرکت تغییر مسیر ناگهانی هم داشتیم. اول اومدین سمت راست، بعد دوباره تغییر مسیر دادین سمت چپ. باز دوباره اینجا سر پیچ که رسیدین دور برگردین دوباره در اومدین سبقت. زمانی که میخواین تغییر مسیر بدین حتما راهنما بزنید. سوای اینکه ماشینتون جریمه شد، گواهینامه‌تون هم نمره منفی تعلق میگیره. چرا بین خطوط حرکت نمی‌کنی؟ وقتی که شما بین خطوط داری حرکت می‌کنی، ماشینای پشت سر شما میتونن راحت تصمیم بگیرن. اصلا میدونی که علتی که ما میگیم بین خطوط برید برای چیه؟ ترافیک نشه، خب آفرین. خب بینندگان عزیز قطعا مشاهده کردید. خواهشی که دارم از رانندگان عزیز از تغییر مسیرهای ناگهانی خودداری کنن. هنگام رانندگی عجله و شتاب نداشته باشن تا خدای نکرده برای خودشون و سایر رانندگانی که در اون مسیر در حال حرکت هستن حادثه‌ای به وجود نیاد.